فرزانه ناز با پولدارترین مرد عربی در دبی رسوا شد و اولین فیلم عربی فرزانه ناز در سینمای دبی و لایف های جنجالی فرزانه ناز در تیک تاک. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند جوان موفق و ناماشنای کشور که در کشور دبی اکنون زندگی می کند. فرزانه ناز از ولایت بغلان می باشد. وی در سن 18 سالگی به ولایت کابل برگشت و خواست دختر سینمای افغانستان شود. بعد از اجرای چندین فیلم با سلیم شاهین، فرزانه ناز نتوانست به طور خوبی بدرخشد و راه هنر خوانندگی را انتخاب کرد. فرزانه ناز در ابتدا آهنگ‌های پشتو و دری می‌خواند و در میان مردم افغانستان شهرت هنری خوبی پیدا کرده بود و همه تصور می‌کردند گویا فرزانه ناز نازی اقبال افغانستان خواهد شد. اما دیر نگذشت فرزانه ناز به کشورهای آسیایی رفت و آمدهای بیشمار داشت و به همین خاطر وی علاقه به هنر سینما در هندوستان پیدا کرد. وی بعد از سپری شدن چندین سال در هندوستان توانست در چندین فیلم هندی نقش کوتاه بازی کند و در یک آهنگ هندی به حیث رقاص بازی کرد. اما بعد از آن که فرزانه ناز در کشور هندوستان با پسران هندی رسوا شد، فرزانه ناز رخت سفر به دبی بست و اکنون در کشور دبی برای چندین برند لباس مدلینگ می کند و برای اولین بار خواسته در یک فیلم عربی نقش بازی کند. فرزانه ناز در دبی یگانه درآمد خود را از طریق صفحات مجازی از جمله تیک تاک می داند، ولی ویدیوهای وی در صفحات مجازی نشر شده است با پسران عربی. ولی ما به زندگی شخصی هیچ یک از هنرمندان و جوانان کشور خود مداخله نمی کنیم. هر کس خودش می داند و زندگیش. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.